سلام علیکم. وایسا ما اسکو درست کنم. خدا جان. اوضاع مالی که خیلی خوب نیست. اقتصادی برای هیچ کس خوب نیست. نخیر دستشه. آره. برای خودم بنویسم برای چه کاری؟ چه که همونطور نمی‌نویسن که. به اندازه که دوست دارم بنویسن. 8 میلیون یا 8 میلیارد. 20 میلیارد ریال. 100 میلیارد ریال. 50 میلیون. بعدش اینو امضا کنه. امروز میخوام سکوتمو بشکنم. دلم پر از شکایت. دیگه نه به تو و نه به هیچ کدوم از اعضای خانواده‌ات احتیاجی ندارم. دیگه به من ربطی نداره که نوه کی بودی، پدر تو چه کارایی کرده. کاری ندارم چقدر مظلوم بودی. اگه از اول تسلیم میشدی اینطوری نمیشد. خلاصه این که پشیمونم از این که توی هیئت‌های تو سینه زدم و اشک ریختم. من الان با گرفتن این چک به تمام خواسته هام میرسم و قید تو رو برای همیشه میذارم. از طرف من میشه به حسین ابن علی قید حسین بزنم. من عاشق امام حسینم. من نمیتونم امضاش کنم. اصلا شما بگید همه دنیا باشه. نه یه سری چیزا ارزشش دلیه، اصلا به این چیزا نیست. امضا نمی‌کنم، اسمم نمی‌نویسم. عمره همچین چیزی رو امضا بزنم آقا. میشه پرش کنی؟ من جان و مال و اسمم فدای نام یکی نقطه های آقا عبدالله حسین. نه تمام آسمان زمین اگر به من بدی بگی بیا از امام حسین دست بکش نخواهم کشید. چون امام حسین از پول که بهتره. شما بگید تمام دنیا رو بدن، آسمون و زمین، هیچ کدومش یه قطعه‌اش که واسه حسین نیست.